11 فوریه برابر با روز جهانی زنان و دختران در علم است که به هدف ترویج دسترسی و مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در علم نامگذاری شده است. به مناسبت این روز سازمان ملل با ابراز نگرانی از بسته ماندن دروازه‌های مرکزهای آموزشی برای دختران در افغانستان میگوید که ممنوعیت آموزش دختران نه تنها آنان را به حاشیه می‌راند بلکه مانع جدی در برابر پیشرفت و رفاه بلندمدت افغانستان است. همزمان با این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز محرومیت دختران افغان از آموزش را تصویر دردناک از آینده افغانستان دانسته و میگوید که 1107 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. سازمان ملل متحد و یونما از امارت اسلامی خواستند تا ممنوعیت آموزش بر زنان را لغو کرده و فرصت‌های بهتر آموزشی را برای آنان فراهم سازد. بیش از 4 سال محرومیت و فرصت‌های از دست رفته تصویر دردناک از آینده افغانستان را ترسیم می‌کند. آینده‌ای که در آن زنان و دختران در عرصه علوم و بخش‌های دیگر حیاتی حضور ندارند. در سوی دیگر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با نشر خبرنامه میگوید که آموزش حق اساسی همه افراد جامعه است و زنان افغانستان باید در کنون آموزش قرار داشته باشند. این اتحادیه با تاکید بر حمایت خود از زنان و دختران افغانستان گفته که از پرستاران و قابله‌ها گرفته تا پژوهشگران نقش فعال آنان برای داشتن افغانستان سالم و شکوفا حیاتی است. یک مادر باسواد میتواند فرزندان باسواد تقدیم جامعه نماید و در عصر کنونی که حرف اول را تکنولوژی میزند و در تمام جهان بخصوص کشورهای اسلامی زنان نیز در توسعه و پیشرفت کشورهایشان سهم ارزنده داشتند و افغانستان نیز نباید از سهیم شدن زنان در رشد و توسعه عقب نگه داشته شود. هرچند امارت اسلامی به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بازگشایی دروازه‌های مرکزهای آموزشی برای دختران را موضوع داخلی افغانستان دانسته و گفته بود که دروازه‌های مرکزهای آموزشی به گونه موقت و تا اطلاع بعدی مسدود شده و دائمی نیست. این در حالی است که یونیسف در آخرین گزارش خود گفته بود که بیش از 2 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز ماندند و بر حل این معضل تاکید کرده بود.